شب 14 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 9:15 دقیقه در دهه تندره جماعت دهات بهار در کنار شهر وحدت یرچ به قید گرفته شده که در نتیجه آن انشاءات یاری رسان دو ساکن دهه و چایخانه جمعیتی قسما خراب شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت حجم یرچ تخمینا 1440 متر مربع حساب کرده شده است. طبق معلومات پیشکی سبب کوچیدن زمین از میور زیاد آبیاری کردن باغ سیب بوده است که در قسمت بالایی خانه‌های استقامتی و در تپه جایگیر شده است. جمع شدن آب زیاد و قبط به قبط خاک تپه را فرا گرفتن آن سبب جمع شوی آب و لای در داخل شده به لغزش زمین آورده رسانیده است. در عین زمان در جای حادثه کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارد و حجم ضرر رسیده را معاین می‌کند. بر اثر لغزش زمین در تندره تلفات جانی به قید گرفته نشده است.